هنر درمان، هنر سلامت، هنر یک مادر، هنر یک پزشک باید این باشه که بتونه با ایجاد تعادل کمک کنه که تا جایی که امکان داره این سرد و خشکیه کمتر باشه و به تعادل برسه. یکی از توجیه‌های زیبایی که سرد و خشک پاییز میشیم، چه رفتارهایی از خودمون نشون بدیم، چه غذاهایی استفاده کنیم که بتونیم سردی و خشکی پاییز رو به تعادل برسونیم و پاییز مثل ساعت 12 شب که میگیم دیگه نهایت نیمه شب هست دیگه، اما 12 به محض اینکه یک ثانیه به این تعادل رسیدن نیاز به یک سری رفتارها داریم. اون رفتارهایی که تو سبک زندگی سالم تعریف میکنیم برای اینکه شهر تهران استفاده از همین فضای زیبایی که الان داریم توی پارک میبینیم. موردی هست که زیاد در کنترل ما نیست، اما با همه اینها آیا راهکاری در پاییز وجود داره که ما بتونیم اگر در اوج آلودگی هوا بودیم باز کمک کنیم که حداقل در محیط خانه خودمون هوایی که داریم نفس میکشیم